آیا قطع کردن پاچه شیم سنت است با مردان و این چی معنا دارد؟ یعنی پیامبر گرامی گفتند که اسبال الازار من المخیله ولا یحبه الله، پاچه های شیم تانه یا بروک تانه از همو بجلک پاتون پایان نبرید، زیرا این عادت آدمای مقصد تکبر است، متکبر است و الله متکبر دوست نمی‌دارد. لیکن امروز زمانی ما برادر عزیز که مادام پاچه های بروک ما بگیم زواتسکای که خودش پایان هست و امروز مردم ما عادتی بر همی کردن، یعنی یگان گناهی ندارد که از بجلک پاچه های ما پایان باشد. ما همون کبری که پیامبر میگد انا او را باید در قلب هامون راه نتیم. بسیار آدمایی که پاچه هاش بلنده ای او دا متکبر نیست، پاچه هاش بلنده درونش پر کینه و بغض است. بعد میگه که این سنت پیغمبر است، لیکن او حسد و بغض و تکبر مقصد دور کردن او فرض است. ترک فرض میکنه و ترک سنت نه. برای همین برادر عزیز هر کسی را پاچه‌ش هم پایان باشد گناهی نیست. که کسی اگر بینه در بعضی نمازها پاچه را بلند میکنن، میلش اگر کسی رعایت کنه و احتیاط کنه خوبه، لیکن ایتا ضرور است بگیم ضرور نیست.